سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدیم بهترین ترکیب های کلش رویال و گیم پلیشو بریم. یه سایتی هستش میگه آقا این ترکیبا بهترین ترکیبا هستن. نه من اصلا درجه یکن. ما میخوایم گیم پلیشو بریم ببینیم مثلا درسته یا نیست، یا اصلا شاید ما نوب باشیم، نمیدونیم. فقط یه چیزی، لایک و ساب و کامنت یادتون نره، نوتیفیکیشن هم فعال کنید و بریم ببینیم چه خبره. برو بریم. خب بچه، همونطور که تو ویدیو قبلا بهتون گفته بودم، این یه سایتی هستش اسمش دکشاپه که میاد ترکیبای نابو میگه. حالا کجا گفته بودم؟ تو 5 تا تاکتیک ناب کلش رویال. حتما اون ویدیو رو هم ببینیم، ویدیو کاربردی هستش. حالا ما این ترکیبای نابی که اینجا برگشته گفته بهترینا هستن و میریم توی بازی آنلاین تستش میکنیم ببینیم چه جوریه دیگه. داست مثلا یکی از این ترکیبا اینه، خوکا در رژه، مثلا اسم ترکیبه. اینم از خود اون کارتا. الان اینجا مثلا به ما میگه حملش خوبه، دفاعش خداست، بعد این هماهنگی کارتاش متوسطه، بعد اون تنوع کاربردیش هم متوسطه و میشه گفت قابل قبوله. مثلا میگه توی این توی بحث هوایی و اینا، دفاعی هوایی خیلی مثلا قدرتمند نیستش، درست هم الان اینجا مثلا این کپی شد، درسته؟ بعد گفتم دیگه این مشکلی که خودش گفته بودش این مشکل هوایی رو داره. حالا ما میایم چی کار میکنیم؟ این جادوگره رو میذاریمش ماجیک، اینو میذاریم به جای اون. هم میانگین اومد پایین، هم توی هوایی بهتر شده. بعدم یه مشکلی هم که دیگه داره الان، یه مشکل بزرگی هم داریم دیگه، تنک به اون صورت قوی نداره. حالا به جز مثلا این خوکای سلطنتی خیلی نداره، ولی حالا بریم تستش کنیم دیگه، ببینیم چه جوری است. بیا ببینیم. این اولش تمام. من بیشتر سعی میکنم این حریفه بیاد من دفاع کنم تا اینکه خودم بخوام دست پیشو بگیرم، چون اون میبینی یه کارت بهتر از اونو میاره به چاک میره. بیا الان ما به چاک رفتیم. ببینیم. الان این خوکا رو بندازیم جلو ببینیم چه خبره. بزنینش. برو بینیم. ماشاءالله زد. ای توف تو روش. بزن بینیم. بوده دیگه. بد نبود، ولی ما بیشتر ضربه خوردیم. آها، این ننه سایره رو بفرستیم. آها، نزنه به اشتباه کردم، یه ذره اون ورتر بر میندازم، بعد اون ورتر مینداختم. ای توف تو روش. چی کارش کنیم؟ جادوگر باید بزنیم دیگه، چاره ای نیست. چرا خوک نشد؟ بیا ببین، الان جادوگر نبود به چاک میرفتیم خیلی راحت. بیا ببین تاکتیک اینجوری. ولی ما بیشتر برجمون به چخ رفت. این قطع به یقین دوباره اون بشکه ها رو میفرسته، بشکه گابلینو. بیا فرستاد. و من دیگه عیوز کن دیگه، میشناسمت. حالا ما میریم. حالا پشت اینم یه سایر ننه ای میفرستیم، ننه سایره ای میفرستیم. کثافت رو نگاه، بازی خونیش بد نیست. یارم که دو نفر دارن نگاه میکنن، ریدم دهنش. برو بینیم. عید. آها، بزن بینیم. ننه سایره، ننه دست خودتو میبوسه. یا علی، برو تمومه.
برو جمع کن بساطتو برو. خب اولیش جواب داد. این ترکیب اولی خوب بودش. تنها مشکلش همون سربازای سلطنتی بودش. آقا 7 تا اکسیره، اصلا به دردم خیلی نمیخوره، به نظر من خیلی به درد نمیخوره. خب یه ترکیب دیگه ما آوردیم اسمش فکر کنم ننه سایره با همین لاوا ماینر دیگه، یا همون لاوا هوندای خودمون. همه چیش بدون شک خداست، ولی اون بحث این اف توپی فکر میکنم اکسیر منظورش، نمیدونم واقعا چیه. مثلا میگه اون خداحافظ تعطیل. بریم تستش کنیم. pan.co بیا ببینیم آقا یه فلان آقای چیز ای دهنت سرویس. ای کثافت رو ببین. این به اون در سب کن. اینم که چیز بازش کرد اسکل یارو. بذار ما حرکت رونالدینیویی بزنیم یه ذره گیجش کنیم. بربر بهترین گزینه است. سگ گدازه‌ای. لاوا رو بفرستیم و نه نفرستیم. دوباره داره همون تاکتیکر میره. الان لابد ننه سایره رو میاره. کثافت نیورد بابا. خواستم اونم تبدیل به خوک شه گنزری رفت. خراب کردیم یه تیکشو، ولی بازم بد دمیج نزدیم. برو بینیم. بهترین گزینه همین بودش، جدی میگم. اجرا جهنمی خراب کردم، ولی اون از من اسکلتره. از من بشنوی اون از من اسکلتره به خدا. بیا اینم دومی. تمومه فکر کنم تمومه. اگر یو تموم بابا تموم. اصلا ترکیبا رو میبینیم خدا وکیلی. خودش ترکیبای خوبی داره این دک شابه. حالا هشداراش هم مشکلاش هم می‌نویسه. دومی هم جواب داد بهتر از قبلی. خب دومی هم جواب داد. بریم سراغ ترکیب سوم. اسم ترکیبی هستش هم گالم توش هستش، همون توپ توپ روگاری هستش، نمیشه گالم کانون کارت. حملش خوبه، دفاعش خداست. این هماهنگی کارتاش هم عالیه. بعد اون تنوعش هم که خداست. و این افتوپیه چیه تو کامنت ها بنویسی، من اصلا نمیدونم چیه. فکر کنم اون اکسیر دیگه. آره بریم کپی کنم. ببینیم منظورم این دکمه است. شما این دکمه رو بزنی خودش خود به خود میره داخل بازی به همین راحتی. من اوایل مثل اسکولا جدی میرفتم این تک به تک کارت ها رو اینجوری میذاشتم، بعد میرفتم سایت رو میدیدم و یه کپی داره میزنی تموم میشه میره دیگه. سوم گالمو بیاریم یا زوده؟ رو چیکار کنیم؟ میبینی الان این داره میزنه. من مثلا گالمو میتونستم بیارم و گالمم خوب بود. اشتباه کردم. من نظرم گالمو برم میآوردم.
چقدر ضعیف بود. چی کار کردم؟ برو ببینیم. گالم جان ببینیم چه میکنی. فکر نکنم کاری بتونه بکنه. یا حداقلش اینه من خیلی بلد نیستم با این ترکیبه. خیلی کارتاشو چی شد؟ بابا اینا که عروسک بوده. بابا تا میخوایم یه خودی نشون بدیم یه عوضی یا گالم میاره یا اون بشکه چیزو میاره. واقعا الان من نمیدونم چی کار باید بکنم بچه، ایده ای نداره. خیلی ترکیب خوبی نیست به نظر من. خیلی که چی بگم والا اصلا خوب نیست. یعنی افتضاح ترکیب. هیچ کاری نمیشه کرده اون صورت. من نمیدونم چرا اینو انتخاب کردم. گول چی رو خوردم؟ گول گالم رو فکر کنم خوردم. یه الان چپ و راستم رو داره میزنم. چیکار کنم؟ برو جلو دیگه گالم جا. آختی چیزی تو چی بود؟ عمو آقای انگار تو ویدیو قبلی 2-3 تا ترکیبان با مگانایت بود. والا نمیدونم این چیه جدیدن تو این اینستاگرام اومده. بعد پرچم رنگین کمون. آره خب این از سومیه افتضاح اصلا نمیخورد، یا حداقلش اینو من بلد نیستم از این ترکیب استفاده کنم. بریم سراغ ترکیب چهارم. خب این ترکیب چهارم هستش، اسمش از ایوپکالون فریز. یه ترکیب به نظر من منطقی هستش. میگه حملش خوبه، هماهنگی کارتاش خوبه یا تنوعش خوبه، ولی دفاعش خداست. به نظر منم ترکیب بدی نیست، ولی یه مشکلی داره. بریم ببینیم مشکلش چیه. هشدارش حالا نمیخواد ببینی، ولی مشکل‌ها رو بریم ببینید چیه. همون مشکل هوایی رو داره که درست هم داره میگه. مشکل هوایی ضد هوایی به اون صورت ما نداریم. یعنی مثلا یه حمله هوایی بخواد داشته باشه نمیتونیم به اون صورت دفاع کنیم که درست هم داره میگه. مثلا به جای همین بربر عصبانی چیکار میکنیم؟ یه ترکیب مثلا حالا یکی رو جایگزین میکنم. حالا بریم ببینیم چیا رو میتونیم به جاش جایگزین کنیم. هشدارش هم خیلی مثلا رای نیستش برای پامپ و اینا. خیلی مسئله نیستش هشدارش. بیشتر همون مشکلا رو بعد بری ببینیم مشکل اصلیش چیه. که اینم مشکلش هواییه. حالا میریم یکی رو جایگزین میکنیم ببینیم چی میشه. به نظر من بربر عصبانی شد. به نظر من کلا بعد عوضش کنیم. خیلی به درد نمیخوره. کاربردی یعنی نیستش آقا. هر کسی یه باوری داره دیگه. چی شد؟ وقفه تعمیر و نگهداری هستش 20. آقا این ترکیبه رو خودتون حالا برین تستش کنیم. من میخواستم ترکیب چهارمیه رو برم، ولی خودتون این ترکیبه رو بریم ببینین جواب میده یا نه. تو کامنت ها برام بنویسین. خیلی ممنون که ویدیومو دیدین. برای دوستاتون شیر کنین. مواظب خودتون باشین و فعلا خدا نگهدار.